تصنیم خبرگزاری نیمرسمی ایران که مربوط به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شمرده می شود روز 9 نوامبر سال 2022 در صورت اختصاصی عکس‌های کامران سبحان ملقب به ابو عایشه یک شهروند تاجیکستان را که یکی از عاملان اصلی حمله خونین روز 26 اکتبر سال جاری به یک مزار مقدس شیعه ها در شهر شیراز شمرده می شود از جمله عکس و شناسنامه این جوان را نشر کرد. در عکس نشر شده کامران سبحان همراه با یک جوان دیگر دیده می شوند که هر کدام یک انگشت دست خود را به نشان توحید یا یکه و یگانه بودن خداوند بالا برداشتند. در عکس شناسنامه او می خوانیم که کامران سبحان 5 ایون سال 1999 به دنیا آمده. شناسنامه خارجیش را 8 سپتامبر سال 2018 از شعبه ملیس شهر ایسار گرفته است و این شناسنامه او تا 7 سپتامبر سال 2007 اعتبار داشته است. بنا به اطلاع آزاده در شعبه وزارت کارهای داخلی ایسار درباره که بودن کامران سبحان ایسار بخبری کردند. تصمیم با نشر این عکس‌ها بار دیگر کامران سبحان را عامل اصلی حمله به حرم شب چراغ در شیراز و عضو داعش نامیده است. در آن حمله 15 کس کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند. وزارت اطلاعات ایران قبلا روز 7 نوامبر سال 2022 با نشر یک اطلاعیه رسمی خبر داد که همه 26 نفر دستگیر شده در رابطه به حمله تروریستی روز 26 اکتبر به مکان برای شیعه و مقدس شب چراغ در شهر شیراز غیر ایرانی بوده شهروندان آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان میباشند. این بار اول است که یک شهروند تاجیکستان در ایران با اتهام دست داشتن در حمله تروریستی ایبدار می شود.